ما برای چی مشقای روانی میکنیم؟ برای که روان خودمون را تازه کنیم. خوش آدم چند حال داره. شما شون یکی علم قول و علم حال میگن چند حال داره. یکیش حاله که شما حالو مرا گوش کردیستید. یعنی خوشی شما حال مرا گوش کردید. خوشی من اجتماعی است، یعنی در جامعه زندگی کردنه. مثلا ما یک کوه پشته با باشیم، تنها باشیم، لازم است همین بگیم که نام و شخصیت همین چیزی ما. برای که لازم نیست. برای چی؟ برای که در هیچ کسی نیست که ما را بدونه خطی ما کار کنه. یعنی خوش ما، شخصیت ما برای هم جامعه. این خوش اجتماعی میگه. خوش دیگه داریم، این خوش زیر دیله، یعنی که تگ دیله. در عربی قلبش میگن، خیلی توجیهش بعضا شنیدم زمیر هم میگن، یعنی که زیر خوش هم میگن. ما داریم خوش بالا خوش، خوش یعنی که مردم چی میگن؟ یعنی که نقطه نظر مردم، افکار جامعه میگن. و داریم عالی خوش. عالی خوش از شعور کیهان، یعنی که ما در نظر داریم مثلا خداوند را در نظر داریم. آدم حالش شرایط هایی است که عوض میکنه. حال آدم عوض میکنه. ما بسیار افسوس میخوریم که حال مردم ما را بعضا طبیبای خلقی روحی چنان کردن که به واسطه خواندن حالشون را عوض میکنن، در بین مردمی کار میکنن و اون میدود میخیزد گریه میکنه، چیکارا میکنن که وقتی که تگ دلش قلبش جمع شده است، بسیار چیزهای قهر و غضب و کینه و آرزو و هوس و نفرت و عشق و محبت و هر چیزی که انسان در زندگیش تقسیم شده است. همین البته پیش همین علم بیماری‌های روانی را تبابت میکردن. حالا این نیاز نیست که چنین تبابت بگیرن، چرا که بسیارش سرایت میکنن. مانند که پیش جراحی میکردن، میکروب می در آوردن و سبب چی میشه؟ سبب مردن همین آدما میشه، چرا که سپتیکا و آنتیسپتیکا نبود. حالا همین مسئله سپتیکا آنتیسپتیکای روانی هم هست. یعنی ما بسیار کلمه و سخنان رو باید احتیاط کنیم تا اینکه انسان در زیر شعورش همین مفهوم جین وارد نکنیم. بسیاری کسایی که به همین کار سر و کار دارن، این مراجعت به همون کارمندانی هست که و همین اداره همین رو سر کار دارن. بسیارشون بیماری روحی دارن، بسیارشون گوییم که سرایت میکنن دیگر را از همین کلمه عباره جین. و امروز ما ببینیم که اکثر مردم این باید یک بانگ خطر باید زد. یکی در سطح مثلا دولت همین چاره بینی کرده شد که مردم زیادی را و همین تبابت گرفتیستن و باوری و اعتقادشون را به همین چیزها دونستن. وقتی اونایی که جوان خیزد، هنر آموزد، زبان آموزد، وطنش آباد کنه، زندگیش بسازد، به همین چیزها متاسفانه داده میشن. من فکر میکنم که در سطح دولت این چاره بینی دیده میشه و کسانی که مثلا و روح و روان مردم سر کار دارن، طبیبای خلقی هستن، برای سر وقت لجامشون را کشیدن نکن تا ملت جیندار نکنن. این یک مسئله دیگر اون که وقتی که شما مشق روانی میکنید، شرط نیست که شما رفته خودتون رو به بعضی چیزهای بتیه که مثلا سبب ناراحتی شما شود. با واسطه مشق روانی تازه تاجیکی امکانه که قلب خود را تازه کرد. مانند که امروز جراحا را میبینیم تبابت میکنن مردم ها، با واسطه مشق روانی تاجیکی هم ممکن است قلب آدم تازه کرد. میدونم اون قدر یک گذار در این مسئله ها هست، زیدی علمی نوین هم مبارزه ها میبرن، لیکن ما باید چکار کنیم؟ ایستادگری کنیم و این سبب اون شده که ملت ما یکی از ملت های پیشرفته شده و تبابتش هم تمدنی باشه، معاصر باشه و از اون نقطه نظر علم. سلامت باشید.